حمد به حد ثنای به اعداد حمد به حد ثنای به اعداد بر خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست زو طاعت. نام پاکش محمد عربی است صلی الله علیه و سلم، راهنماینده بزرگ و سبی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و پدران و مادران و خواهران عزیز، پیش از آغاز درس امروزمان از الله مهربان بسیار تشکر میکنم و بسیار حمدش میگم و بسیار ستایش میکنم که این لحظه ها و این روزها و این وقتهایی که الحمدلله برای کامل شدن توفیق ما، ایمان ما خیلی نقش مهم میبازد. خداوند برای ما و شما این امکانیت و این شرایط رسانیده است. گذشتگان ما را الله مهربان رحمت و مغفرت کن، بیماری هامون شفای کامل نصیب گردان. فرزند طلب ها را خدای مهربان فرزند صالح، حاجتمند ها را الله مهربان حاجتاشون برآورده بگردان. دادرها و خواهرها و کسانی که امروز از ما در مسافرت هستند، الله مهربان سفرهاشون مبارک و بخیر بگردان و الله مهربان این نعمت آسودگی و آرامی و این تنجیه که امروز ما در ملک من داریم، در وطن من داریم، خداوند ایرا پاینده نگه بدار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین یا رب العالمین. مسئله سوال هایی هست که من باید در اطراف اونها برای شما معلوماتیم. یکی از این سوال هایی که چند بار برای من گشته و برگشته پرسیدن، این خواهش کردن که درباره معجزه هایی که پیامبر نازنین من داشتن در اطراف همین حاجی بابا برای ما یک معلومات یا از معجزه های پیامبر برای ما مقصد معنا کنیم. برادران عزیز و گرامی، پیش از آنی که من درباره معجزه های پیامبر نازنین ما صحبت کنم، خود اصلا کلمه معجزه چی معنا دارد؟ معجزه برادران عزیز از ریشه بگیم لغوی این معجزه، این کلمه عجز هست. عجز از معنای عاجز، یعنی ناتوانی. معناش همین است که پیامبرها معجزه داشتند، یعنی توانایی داشتند که دیگرها از این توانایی عاجز بودند. یعنی همین توانایی را، همین معجزه را فقط پیغمبرها کرده می توانستند با کمک الله ذوالجلال. یعنی دیگرها نابسته
کسی باشد نباشد اونها معجزه کرده نمیتوانستند و معجزه از دست اونها نمی آمد. زیلهاز این یک امر خارق العاده میگن. برای این بسیاری پیامبرها برادرای عزیز معجزه داشتند. با سبب معجزه هاشون وقتی مردم معجزه اونها را که میدید اونها چیکار میکردن؟ ایمان می آوردن. مثل که حضرت صالح را ببینید در سوره اعراف آیت 73. حضرت صالح پیغمبر معجزش برآوردن شتر از داخل یک سنگ بود. این در سوره اعراف آیت 73 آمده است که وقتی قوم حضرت صالح گفتند برای ما از داخل همین سنگ شتر را بیرون کن، مقصد ما به تو ایمان میاریم. حضرت صالح به الله مهربان دست دعا برداشت، از داخل همان سنگ شتر که خیلی جوسه بلند و کلان داشت بیرون آمد و حضرت صالح با مردم مصلحت کرد. یک روز مقصد آبی چاه را شما میگیرین، یک روز آبی چاه را همین شتر می نوشه و با مقدار همون حتی آب نوشیدگیش با مردم شیر میداد. یعنی معجزه حضرت صالح این همان شتر بود برادر عزیز. همچنان حضرت ابراهیم معجزش همون در سوره مبارکه انبیا آیت 68-69 نگاه کنین. قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. وقتی که نمرود لعنت الله علیه چقدر آتش افروخته کرد و خواست که نمرود را در همون خواست که ابراهیم علیه السلام را در همون آتش سوزانده نابود کند، حضرت ابراهیم برادران عزیز مرتبه خلیلی داشت. شما میدانید که وقتی که در منجنیقش در یک طرف حضرت ابراهیم ماندن، در طرف دیگرش مقصد یک ضربه میزنن و طرفی که حضرت ابراهیم در او ماندگی بود او مقصد در هوا بلند می شود و با طرف آتش رهسپار می شود. آتش از بس که بسیار حرارتش بلند بود آدمی در اون نزدیک شدن نمیتونست، به این خاطر منجنیق ساختن و او را در همو بار کردن و مقصد با طریق همو ابراهیم پرتافتن. ولی در قصهاش می آید میگه وقتی در آسمان بلند شد جبرائیل میگه پایان شد، گفت ابراهیم اگر خواهی اینا بالای قنات من در مقصد تو را رها میکنم، نمیگذارم که در این عذاب مقصد تو سوخته نابود شوی. حضرت ابراهیم برادران عزیز آخران کلمه در آسمانش حسبی الله و نعم الوکیل بود. حتی جبرائیل هم گفت که من به تو نیازم ندارم، من به تو حاجتم ندارم. همون خالق من، همون محبوب من، همون الله من که این معرکه را که ترتیب داده است همون خودش به داد من میرسد. بینیم برادر از این قصه یک طرف بسیار جنبه تربیوی دارد. وقتی تکیه با الله که کرد، وقتی در آتش آمد، در بین آتشی که چند هزار گرادوس حرارت داشت، الله چیش گفت؟ یا نارو، ای آتش، کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، با ابراهیم ما، با خلیل ما بین خنک شو
و او را سلامت نگه بدار. بسیاری مفسرای گرامی، دانشمندای ما در زیر این آیت گفتن که بینن کلمه برد آمد، برد خنک شو. در پشت کلمه برد سلام آمد، بین سلامت هم آمد. سلام یعنی خنک شو که باز سلامتی ابراهیم دا زیان نیاری. یعنی همون مقدار خنک شو که حتی ابراهیم از خنکی تو با خنک نخرد. برادران عزیز و گرامی، تکیه به الله را ببینین چی نتیجه داره. از این لحاظ معجزه حضرت ابراهیم این بود که وقتی در بین آتش که زد، آتش گلزار شد، یک جای استراحتگاه شد. معجزه حضرت موسی سوره طه آیت 20، همون عصایی که در دست داشت برادران عزیز، عصاش به اژدها مبدل میشید. الله مهربان در سوره طه آیت 20 میگه وقتی که سر عصا را میپرتافت، یک اژدها کلانی میشد که هر چیزی در پیشش میآمد همه را میخورد، نابود میکرد. حضرت که دستش به طرفش که میبرد با عصا میشد. همچنان حضرت موسی را وقتی که دستش در زیر بغلش میگذاشت و میبرآورد، همچنان وقتی که دستش میکرد مثل آفتاب واری بین جلا میداد. یعنی اینها معجزه های حضرت موسی بودن. مردم دانند که اینها ساحر نیستند، اینها جادوگر نیستند، زیرا در اون زمان ها جادوگرها بسیار بود. اینها نماینده الله در روی زمینند، با اینها اقتدا کنین. یعنی خدای مهربان بزرگی هاشو به دست پیغمبراشون نشان میداد که تا این بندگان ایمانی به الله بیارن. معجزه حضرت موسی این بود. معجزه حضرت داوود برادران عزیز اگر ببینین، یعنی در سوره سبا آیت 10، در سوره انبیا آیت 79 میگه حضرت داوود هم یعنی کسب همون بافتن همون لباس های جنگی آهنی داشت. میگه تمام آهن در دستش نرم میشید، آهن در دستش ملایم میشید. این معجزه حضرت داوود علیه السلام بود. معجزه حضرت عیسی برادرای عزیز در سوره مریم بینین، در سوره مریم آیت 30. حاضر ما قرآن نگاه کنیم شما بینین معجزه حضرت عیسی چی بود. خب برادر عزیز معجزه حضرت عیسی را بینیم برادر عزیز. وقتی که حضرت مریم حضرت عیسی را گرفت و به خانه شون آمد، بعداً قوم به نزد حضرت مریم آمدن گفتن که یا اخت هارون، ای خواهر هارون،
نبود پدری تو آدمی بد و نبود مادری تو هم آدمی بد. یعنی چخیل تو به پدر به شوهر این فرزند به دنیا آوردی؟ آخه پدر و مادری تو آدمای مقصد بیراهه نبودن کو؟ بعدا فاشارت الیه، حضرت مریم روزه سکوت گرفتگی بود، روزه خاموشی. با دستش اشاره کرد که از خود همو فرزند پرسین. کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، گفتم با همین کودکی که در گهواره با همین گپ زنین. وقتی همین آوازه که بلند کردن، حضرت عیسی میگه معجزهش ببینین در سخن آمد. قال اینی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا. میگه از داخل همو گهواره اولین سخنی را که در همو آوان تیفلیش حضرت عیسی از داخل گهواره گفت چی بود؟ گفت قال اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. اتانی الکتاب و جعلنی نبیا، الله مرا مقصد علی در آینده کتاب میتید و مرا از زمره پیغمبرها میگرداند. و جعلنی مبارکا اینما کنت و اوصنی بالصلاة و الزکات ما دمت حیا. بعد از آن مقصد مصلحتاش داد و یعنی معجزه حضرت عیسی برادر عزیز. مریم آیت 30 از داخل گهواره گپ زدن، گفتن که من بنده الله هستم. الله رحمت که حضرت سعدی را میگفت مصطفی را 1000 معجزه بود که به مردم همه نمود مدام. بهترین 1000 معجزهش ادب نیک بود و خلق عظیم. ببین پیامبرمون هزارها معجزه داشتن. اگر این پیغمبرها یک معجزه یا 2 معجزه داشتن، پیامبر خودمون هزارها معجزه داشت. بیایید به سر نصیب معجزه هایی که از حضرت است. من راستی در کتاب دارم که همه معجزه های پیامبر در او جمع آوری شده است. من برای آنه که مقصد شما کمی معلومات داشته باشین 20 معجزه پیامبر برای شما گفته میگذارم. انشالله با دقت گوش کنین. خدا خواهد بسیار یک موضوع خیلی نیکی هست، موضوع خیلی خوبی هست. یکم معجزهش برادر عزیز من با طریق نظم حضرت مولانا جلال الدین رومی در مثنویش میارد. یعنی در دست پیامبرمون سنگها کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را، سنگهایی که در کف ابو جهل لعنتی بود، از داخل کف ابو جهل اینها وقتی صدا برآوردن، یکی از معجزه هاش همین بود. شما گوش کنین، میگه سنگها اندر کف ابو جهل بود. گفت ای احمد بگو این چیست زود، گر رسولی چیست در دستم نهان، گر خبرداری ز راز آسمان. میگه ابو جهل در دستش چند دانه سنگ پرکارم تا پنهان کاگی. وقتی دست پوشیده باشه برادرها، ما از کجا میدونیم در درون این انگشتی او چیه؟ شاید هیچی هم نباشد، شاید سنجش کند. آمد پیش پیامبرمون و گفت اگر تو دعوای رسولی داری، تو دعوای نبیگی داری، تو دعوای پیامبری داری، اگر به شرط تو پیامبر باشی، اگر به شرط که تو از آسمان به تو خبر بیاید، در دست من چی پنهان است؟ گفت چون خواهی بگویم کانچی هاست، یا بگوید آن که ما حقیم وراست. گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق از این قادرتر است. پیامبر نازنین من گفت ابو جهل میخواهی که من گویم در کف دستی تو چیه،
یا میخواهی که آنچه در کف دست داری اونها گویند که من کیم؟ ابو جهل وقتی ایرا شنید تعجب کرد، گفت همین دویمش بهتر، یعنی دویم سخنت بهتر، یعنی آنچه در دستی من است کنی اینها خودشان زبان کشاین و گویند که تو کی؟ پیامبر ما گفت آره حق از این قادرتر است. گفت تو ای ابله، ای به ایمان، ای ناکس، آن الله را که من برای شما میخواهم شناس کنم و شما اطاعت از او کنین، اون قدرت های بسیار دارد. یک سنگ در صحبت آمدن چی است؟ ای الله چی قدرت های دارد؟ تو همین قدر که ایمان بیار. بعد از آن میگه از میان مشت او هر پاره سنگ، از میان مشت او هر پاره سنگ در شهادت گفتن آمد به درنگ. لا اله گفت الا الله گفت، گوهری احمد رسول الله سفت. چون شنید از سنگها بوجهل این، زد ز خشم سنگها را بر زمین. وقتی که پیامبر نازنین گفت ای آنچه در کف این پلید جمع شدین، بگوید که من کیم. وقتی حضرت که میگه با اونها مراجعت کرد، از میان مشتش میگه هر یک دانه سنگ لا اله الا الله محمد رسول الله، نیست الله مگر الله ذوالجلال، الله یکتا. و ای نفر که نامت محمد است، تو رسول برحقی، تو نماینده الله در روی زمینی. وقتی سنگها این کلمه را گفتن، چون شنید از سنگها بوجهل این زد ز خشم سنگها را بر زمین. وقتی که شنید که اینها گواهی میدهند که محمد رسول برحق است، ای خشم ای غضب در زمین زد، چون گفت این سیر محمد است، این جادوی محمد است. گفت برادرای عزیز و گرامی، شما بینین این یکی از معجزه های پیامبر ما بود که من در ابتدا برای شما گفتم.